سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من عرفان هستم. اینجا میخوایم بریم سراغ پایتون و از یک بکگراند بکندی که با PHP بوده، با گو بوده، حالا چیزای مختلف گاز کرده، میخوایم بپریم شیرجه بزنیم توی دل پایتون و یه سری کارا داریم. من یه سری آیدیا تو ذهنمه، میخوام به مرور زمان اینو توی ویدیوها منتقل بکنم و ترکیبش بکنم با پراجکت هایی که دارم الان انجام میدم. خب یه محوریت هوش مصنوعی هم ما قطعا خواهیم داشت. حالا باز همینطور بریم جلو بیشتر راجبش اطلاعات میگیرین. خب پرینت اولین تابع خوش آمدم داره بهمون میگه شروع بکنیم بریم. من خیلی وای نمیستم روی یه سری مسائل. اوکی، مثلا اینجا میام میبینم پایتون فایل هندلینگ، مدلی که ریسرچ میکنم خودم رو دارم بهتون نشون میدم برای اینکه ببینید که چقدر سرعتم رو سعی میکنم بالا ببرم. یا معمولا توی نگاه کردنم به اون، حالا چه میخواد لنگویج جدید باشه، چه میخواد مثلا پروگرامینگ لنگویج منظورم، چه میخواد فریم ورک جدیدی باشه، تفاوتی نمیکنه. میام یه نگاه کلی میندازم، یه سری داکیومنت ها رو میخونم. اولین کاری که میکنم توی پروگرامینگ اینه و خب همیشه هم جواب گرفتم. معمولا یه نیم نگاه کلی، اما با این چیزی نیستم که با این مدلی نیستم که شما فکر کنید مثلا میام میشم همه اینا رو یکی یکی بررسی بکنم بگم خب دیگه او مثلا اینا همه رو لازم دارم. نه، از یه جایی پرش میزنم، از تو پایتون میرم توی فضای دیگه و این ترکیب همینطور ادامه داره و کاملا میچرخم تا جاهایی که استفاده میشه رو بیام نشون بدم، بیام ترکیب بکنم و از این ترکیب استفاده بکنم برای بهتر کردن وضعیت موجودی که توی سیستم ها میتونه وجود داشته باشه، توی ساختاری که ما توی توسعه کدینگمون هستش میتونه وجود داشته باشه و همینطور وضعیت ساختاری که توی ذهن پروگرامر هست، ذهن بک‌اند کار هست، میتونه یه جاهایی ایمپروو بشه، بهبود پیدا بکنه و این هم از دل ترکیب به دست میاد به نظرم. و شاید اینجا دیگه من لازم دیدم بعد از سالها که تو یک مقطعی من تدریس میکردم و خارج شدم، اینجا شروع بکنم به ادامه دادن این مسیر، اما به شکل دیگری، همون مسیریه که در گذشته طی میکردم اما متفاوت. خب پایتونی که ما قراره باهاش سر و کله بزنیم خیلی خیلی باحاله، از استارتش مشخصه. خب من قبلا یه تایم پیش اومده مطالعه کردم، اینطوری نیست نکرده باشم، ولی اینکه صرفا نشسته باشم مثلا پراجکتی مثلا کد زده باشم با پایتون، نه اینطوری مثلا من نمیبینمش، خیلی تو این فضاها نبوده و بیشتر شاید بهتون بگم این توی PHP اتفاق افتاده برای من که درگیر پراجکت مختلف باشم یا روی فریم ورک های مختلف. خب از اونجایی که این ظاهر پیداست ایمپورت OS داره، ما توی این قسمت میبینیم که یه حالت ایمپورت مانندی وجود داره. خب این ایمپورت احتمالاً منظور از این جنسه که میخواد یک ماژولی اد بکنه، میخواد یک دیپندنسی اضافه بکنه و این ایمپورت کردنه یعنی اینکه وقتی شما این خط رو میذاری میگه خیلی خوب، یعنی که ما دیگه اون ماژولی که می‌خواستیم رو اینستال کردیم، حالا اوکی برو استپ بعدی. استپ بعدیمون ریموو کردن یه فایل. خب از os.remove استفاده کرده، از فانکشن ریموو استفاده کرده توی همون ماژول os که اینستال شده. خب اوکی میگذریم ازش. اینجا os.path.exist، ببین اینا میتونه مهم باشه برای ما، پس یه نگاه کردن بهش میتونه جالب باشه، ولی نیازی نیست من حفظ بکنم، این خیلی مهمه. os.remove demo file.txt print the file does not exist. اوکی اینجا یه if و else گذاشته. خب اومده چک کرده که دمو فایل .txt وجود دارد یا خیر. اگه وجود داره که حذفش کن، اگه وجود نداره بگو که این فایل وجود نداره. اینا میتونه کمکتون بکنه. اینجا اومده rmdir رو استفاده کرده برای اینکه یک فولدر رو بخواد پاک بکنه. اوکی remove directory یک همچین خلاصه میتونه داشته باشه. بریم همینطوری بچرخیم بازم. خب اوکی فایل ها رو داریم نگاه میکنیم، رایت کردنش رو هم بیایم نگاه بکنیم. توی رایت کردنش می‌بینیم که اینجا اومده اوپن کرده، منظورش اینه دیگه اونجا احتمالاً ایمپورت شده. بذار من ببینم، نه اینجا از او اس استفاده نشده. اگر اونجا برگردیم عقب، من یه بار برگردم عقب، اینجا با او اس داشتیم سر کله می‌زدیم برای ریموو کردن، اما برای رایت کردن بچه‌ها اینجا ببینید اوپن رو استفاده کرده. خودش انگار یه کامندی داره، اوپن فایل باز میشه. آها به نظرم اینطوریه که احتمالاً یک توابعی دارن توی پایتون که هم حالت گلوبال بودن رو داره و از این جنسه که خب رزرو شده است، اینطوری بگیم بهتر از کلمه گلوبال، رزرو شده است. و خب این اوپن از این جنسه که یه فانکشن عمومی حسابش بکنیم، یه فانکشن پابلیک حسابش بکنیم که بدون نیاز به هیچ بیلتین حسابش بکنیم، بهتره بیلتین فانکشن باشه بگیم توی همون پروژکت پایتون. میشه گفتش که این الان فایل جدیدی که داره اوپن میکنه رو دیگه بدون استفاده از اون ماژول او اس داره انجام میده. من نمیدونم که آیا ماژول او اس این چیز رو داره. این خدمتتون عرض کنم که مثلا
مثلا دستور رایت کردن رو داره یا نه. پس بعد یه نگاهی به اینجا بندازم، وقتی میبینم توی همچین چیزی الان نداره، پس میتونه این واسه من یه نقطه‌ای باشه برای مطالعه. یعنی میتونم برم راجعش سرچ بکنم ببینم که ببین این میشه واسه من دغدغه، ببین ذهن یه پروگرامر چطوری با این میستری یا سری چیزا نگاه میکنه. اما حالا مهم اینجاست که بچه‌ها چقدر به اینا اولویت بدی، چقدر این دغدغه ها رو نامبر بذاری. مثلا تو که تایم نداری بخوای همه تایم تو بشینی کد بزنی یا همه اینا رو یکی یکی بخوای بشینی یاد بگیری. پس ببین باید یه گذری بکنی، بعد یک پرشی بزنی، بعد یک جهشی حرکت بکنی. برای جهشی حرکت کردن لازم نیست رو اینا واسطی، شما یه نیمچه نگاهی داشته باش، این رو نقطه قوت خودت بدونش و حرکت کن، برو مرحله بعدت که میتونی این بچه تمایزا رو بگیری. خب اوپس برگشتم عقب. ببخشید. اوکی، رید فایلش رو ببینیم چی کار داره میکنه. رید فایل هم داره اوپن میکنه، بعد میگه f.read. اوکی، خب اینجام f.read 5. اینجا برام جالب شد. ای کاش رایت هم برمیگشتیم یه بار دیگه چک میکردیم. اصلا رد شدم ازش، موضوع رفتم رو موضوع دیگه، از این رد شدم، رو کل دیدم جزء ول کردم. خب اینجا اوپن کرده، گفته که من نمیدونم محتواش چیه، محتوای این بذارید بخونمش. by default method returns the whole text but you can also specify how many characters you want to return. میگه چند کاراکترشو میخوای برگردونه، با فرضی که حالا ما داریم اینجاست، دمو فایلش اینجاست، این اومده 5 تا رو گرفته برگردونده آورده. اوکی، این f.readی که از اینجا از اون اوپن وجود اومده و داره اون عددی که گذاشته میشه، میگیم عدد 5 و هر عدد دیگه که میذاریم یعنی که چند کاراکتر از اولشو میخوای بخونی. اینا مهمن، اینا رو تو ذهنتون داشته باشین. من اینا رو کار دارم باهاشون، وای میستم روشون، به خاطر همین است. رایت هم الان برمیگردیم بهش یک بار دیگه که این کانسپت فایل رو جمعش کنیم. اوکی، اینجا اوپن شده، رایت شده، فقط گفته روی این فایل بریز. فقط نکته‌ای که تو اوپن وجود داره، ببینید A گذاشته append اینجا، دقت کنید اینجا ببینید A گذاشته append یعنی اضافه کردن، W گذاشته این رایت کنه یعنی روش بیاد بنویسه، یعنی که بیاد نه اضافه کنه به اون چیزی که قبلا نوشته شده. پس این رو هم دقت کنید، اینجا A یعنی append میکنه. بعدش هم گفته فایل رو کلوز کن، کلوز میکنه، کارش رو با فایل دیگه میبنده، میگه من دیگه با تو کاری ندارم. اینا مهمه در بحث پرفورمنس پروگرام شما، برنامه شما مهم است که این کار رو انجام بدی. پس یک برنامه‌نویس کار درست از این جنس کارا هم انجام بده. فایلی که اوپن میکنی رو کلوز میکنی، تمیز کار در میاری، کثیفش نمیکنی، الکی باز نگهش نمیداری فشار بیاری بی جهت. اوکی، کرییت نیو فایلش رو بیاین ببینیم بچه. اوپن کرده، کرییت فایل called myfile.txt result a new empty file is created. اوکی، ببین این کار با این x گذاشتن، این اینپوت دومش رو وقتی x میذاری، گفته اینجا اومده توضیح داده، گفته create will create a file returns an error if the file exists. خب اوکی، میگه یه فایل میسازه، ارور میده اگر که فایلی هم وجود داشته باشه از قبل.